نونوی محل شما خویسیتون نون میاره. ابو و بواش توی محل نونوی زدن. محلکو یه فقیری داشت. ابو رو مرام خوش هر رو 10 تا نون میبرد 30 فقیر. روز اولی فقیر میگفت دمت گرم، چقدر با مرامی، قربون معرفتت، از این نیم ساعت از این حرفا. روز دومی در اومد سی ابو گامو دست درد نکنه، قربون معرفتت، ما این نون خواستیم خمو مییم جمعت نون میسونیم، دمت هم گرم. ابو فکری داره مثلا خجالت میکشه یا حالا رو کمری بازیش ایطوری میگه، باز هم نون برد. روز 20 در خونه فقیر که واز شد 2 تا قفا ابو خورد. فقیر گفت اجا آدم نفهمی هستی یا می نسید میگم نون نمیخوام، بار بعدی در خونم ببینمت کلکلت میکنم. ابو واگشت نونوا بواش دید اوقاتش تو همه. گو چتن تالی؟ گوی چی فهمیدم خوبیاته که مفتی بیدی قفا میخوری. بواش گو خوب بیده خو، زود فهمیدی، خیلی طولش نداده. ابو گو تو میفهمیدی یا هیچی نگفتی؟ بواش گو بچه زنده همیه، داری یاد میگیری. ای 20 رو تو نون گندم دادی را و تنور این نونوا هنو روشنه. اما یاد بگیر حواست به نونوی دلت باشه. نون دل اگه دست آدمش ندی تنور دلت خاموش میشه. حالا هم پرویش نی، به ما چند بار زندگی میکنیم که همه چی بلد باشیم. بیوی بزن جون بگیری که خیلی کار داریم.